اگه حقیقتی رو بهتون بگم اونم اینه که بعد از مصرف داروهای لاغری مثل مونجارو و زیکورپا احتمال اینکه وزنتون به حالت قبل برگرده وجود داره. علتش چیه؟ علتش هم اینه که مکانیزم این دارو باعث افزایش احساس سیری و کاهش اشتها میشه. وقتی دارو قطع بشه اشتهاتون به حالت قبل برمیگرده، پس در نتیجه ممکنه وزنتون به حالت قبل برگرده. یه چند تا راهکار خیلی خوب میخوام بهتون بگم. اولیش اینه که حتما حین مصرف آمپول‌های لاغری مثل مونجارو و زیکورپا باید یه رژیم غذایی اصولی و پایدار زیر نظر پزشک داشته باشید. دومین کاری که باید انجام بدید اینه که باید هفته‌ای 150 دقیقه فعالیت ورزشی به خصوص فعالیت‌های هوازی مثل پیاده‌روی تند، دویدن و شنا کردن داشته باشید و بعد از قطع مصرف هم به هیچ وجه فعالیت ورزشیتون رو نباید قطع کنید. سومین کاری که باید انجام بدید اینه که به هیچ وجه نباید آمپول‌های لاغری رو یهویی قطع کنید. من یه سوال دارم. آدمی که چاقه طبیعتا ورزش جزء روتین زندگیش نیست، سبک غذایی سالمی هم نه. چطوری بعد از آمپول زدن و لاغر شدن یهو میخواد با یه بشکن ورزش کنه و سبک غذاییش رو سالم کنه و رعایت غذایی کنه؟ خیلی سخته. تقریبا میتونم بگم نشدنیه، چون به نظرم همه چیز به اینجا برمیگرده، به ذهن. کسی که چاقه از هوا چاق نشده، از عادتهای بدشه که چاق شده و آمپول یا حتی عمل کمکی به رفع عادتهای بد نمیکنه، کمکی به ساختن عادت خوب نمیکنه. تا موقعی که انسان چاق تبدیل به یه آدم دیگه نشه، به یه ورژن بهتر نشه که ورزش جزء روتین زندگیش باشه، سبک غذایی سالم باشه، با 1000 تا آمپول و عمل هم حتی اگه وزنش کم بشه بعد چند سال وزنش برمیگرده.